سلام. چهارشنبه 31 مرداد 1403 21 آگوست 2024 میلادی. بالاخره کابینه آقای پزشکیان بعد از 5 روز صحبت و بیشتر میشه گفت نمایش در مجلس شورای اسلامی امروز برای همه وزیراش رأی اعتماد گرفت. نکته جالب در این نمایش محوّ این بود که آقای پزشکیان در نطق خودش پای خامنه ای رو رسما کشید وسط و گفت همه این وزیرا غیر از دستگاه‌های امنیتی با رهبری هم چک شده. از امثال آقای صالحی وزیر ارشاد یا آقای عراقچی و خانم فرزانه صادق اسم آورد که اصلا خود خامنه ای گفته اینها باشند. قبلا آقای ظریف مطرح کرده بود که از لیست 19 نفری که با چند به اصطلاح گزینه داده بودن فقط 9 نفرشون از لیستی بوده که اونها تایید کردن و در واقع 10 نفر رو اصلا خارج از کار پزشکیان خامنه ای از وزرا گذاشته. اون 9 نفر هم حالا معلوم شد بعضی هاشون مثل آقای عراقچی یا خانم صادق اصلا آقای خامنه ای از قبل هم به اونها گفته بیان. بنابراین خلاصش این که این چینش کابینه کاملا دستچین شده یه شخص خامنه ای است و در واقع رئیس جمهور یا رئیس دولت تنها کارتابل آقا رو میبره میاره و یک نوکر حلقه به گوش. مطلبی که خود آقای پزشکیان هم ابایی نداره از این که دائما تکرار کنه مجری و مطیع اوامر مقام معظم رهبری است. البته 2 نکته رو باید گفت. نکته اول این که خامنه ای علیرغم این که در تمام کارهای مملکت دخالت میکنه، از سیاست خارجی و تعیین حتی سفرا تا اعضای شورای ممیزی تئاتر در وزارت ارشاد، از بازجویی و شکنجه فعالین سیاسی تا حتی مرخصی دادن به اونها و از اون طرف تا ارتش و نیروهای مسلح و وزارت اقتصاد و غیره و غیره، اما اصلا دوست نداره که پای او رو وسط بکشند و مسئولیت بپذیره. ترجیح میده اون پشت نشسته باشه و کارها رو بکنه بدون اینکه هیچ مسئولیتی متوجهش باشه. وقتی که حداد عادل که پدر زن پسرش هم هست در مجلس بود، رئیس مجلس بود، دائما از خامنه ای خرج میکرد و به او احاله میداد. وقتی که با مخالفین برخورد میکرد خامنه ای معروفه که بسیار ناراحت بود تا جایی که نه فقط نگذاشت حداد بره برای رئیس جمهوری بلکه حتی مجلس هم دیگه نگذاشت بره. بنابراین نکته اول این که این دیکتاتور بزدل و ترسوی ایران که در هر کاری دخالت میکنه مکشش این است که اون پشت نشسته باشه، دستکش این و اون رو دستش کنه و هیچ مسئولیتی رو هم نپذیره. نکته دوم این که من دیشب میشنیدم شب قبل که از بیت به نماینده ها پیغام کردند که سرتون رو بندازین پایین و مثل بچه آدم برین رأی بدین و همه علیرغم هارت و پورتایی که میکردن رأی دادن که من معتقدم اگر رأی گیری علنی بود همه وزرا عین 290 رأی رو می آوردن. منتها چون رأی گیری در پارلمان ایران مثلا برخلاف پارلمان آمریکا که رأی گیری علنی است، چون رأی گیری مخفی است بعضی ها ممکنه زیرابی برن و رأی ندن که دیدیم که مثلا بیشترین رأی رو وزیر دفاع آورده، کمترین رو وزیر ارشاد آورده، ولی عملا هیچ کدوم جرأت نکردند که
وزیرا رو بندازن یا رأی ندن. بر صورت این مسئله که در نوع خودش آقای پزشکیان از شدت اطاعت از رهبری کت امثال رئیسی رو هم از پشت بسته بی‌نظیره و باید گفت که اونهایی که توصیه می‌کردن به پزشکیان رأی بدید حالا باید بیان پاسخگو باشند که مشکل این مملکت شخص خامنه‌ای است، مشکل مملکت دیکتاتوری این دیکتاتور بزدل، سیاست‌هایی است که او اعمال و اجرا کرده و حالا یک دولتی درست شده که به نوعی میشه گفت مطیع‌ترین و وابسته‌ترین دولت به رهبر. به هر حال مسئولیتی که باید گفت بر عهده اصلاح طلبانی است که در صفوف نخبگان کشور اختلاف ایجاد کردند و باید حالا بپذیرن این مسئولیت. و موضوعی که قبلا هم عرض کردم، فیلم سینمایی که آخرش معلوم بود چی میشه ولی گویا فکر کرده بودن یا جلوه داده بودن که ممکن است آخر فیلم یک جور دیگری بشه. بر صورت مجلس بیشخصیت و مجلسی که هیچ امیدی بهش نیست و حیف پول و بودجه‌ای که صرف این مجلس و این وکلا میشه، نه نماینده مردمن نه نماینده کشور و ملت هستن و این رهبر و این رئیس دولت همگی به هم خیلی میان و آنچه که برای مردم میمونه این است که قبلا هم نشون دادن طرف حسابشون خود دیکتاتور، خود خامنه‌ای است و هر وقت هم که دست به اعتراضی میزنند نه رئیسی، نه پزشکیان، نه رئیس دولت یا هیچ کس دیگه رو اصلا داخل آدم مردم نمیدونن که طرف حسابشون باشه، بخوان علیه او شعار بدن. شعارها مستقیم متوجه باعث و بانی وضع فعلی کشور یعنی خامنه‌ای، ولایت فقیه و دیکتاتور ایران. پرستاران اعتصابشون در بیش از 50 بیمارستان کشور ادامه داره و گفته میشه یکی از دلایلی که حکومت انستیتو گوته رو که وابسته به دولت آلمان تعطیل کرده این است که تعدادی از پرستارا زبان آلمانی میخوندن برای اینکه آلمان هم کمبود پرستار داره و آماده است که پرستار جذب بکنه. بسیاری کشورهای دنیا کمبود پرستار دارند و پرستارا الان قشری هستند که به نوعی بازار بین المللی دارند و بسیاری کشورها خواهان اونها هستند. به هر حال بستن انستیتو گوته که گویا در تلافی به بستن مرکز اسلامی هامبورگ اتفاق افتاده، یک فرق هم داره، این که این مرکز سالها آموزش زبان بوده و وابسته به دولت آلمانه، اما مرکز هامبورگ و سایر مؤسسات اسلامی که به اون وابسته بودن جمهوری اسلامی گفته که به دولت ایران ربطی نداره، اگرچه عملاً تغذیه میشد توسط ایران و مرکز نشر آرا و اعمال تروریستی بودن. اما با گذشت چندین هفته و ماه از کشته شدن رئیسی، بالاخره خبرگزاری فارس از قول یک مقام منبع امنیتی عنوان کرده که علت سقوط هلیکوپتر بودن 2 مسافر اضافه بوده که وزن سنگین کرده و هوای مه‌آلود که خلبان کوه رو نمیدیده و وقتی هم خواسته هلیکوپتر رو بالا ببره نکشیده و خلاصه خورده به کوه. موضوعی که با توجه به سابقه خلبان هلیکوپتر و جنس این هلیکوپتر و امکاناتی که داره تقریبا منتفی است، کما اینکه بلافاصله هم ستاد کل نیروهای مسلح توی دهن خبرگزاری فارس و گفت که اصلا اینطور نیست
و در واقع این گزارش رو رد کرد. البته نگفته چطوری بوده، منتها تقریبا همگان میدانند که چطوری بودنش چیزی نیست جز ترور رئیسی. اوکراین که برای نخستین بار وارد خاک روسیه شده، یک مخزن بزرگ سوخت ارتش روسیه رو به آتش کشیده و برای دومین بار البته پهپاد روانه مسکو کرده، پایتخت روسیه. آقای پوتین هم که به جمهوری آذربایجان رفته بود، از اونجا به چچن رفته، با قدیروف که رهبر چچن ها و قاتل نامداری هست ملاقات کرده. آقای پوتین قرآن رو هم بوسیده و در واقع اصل مشکلش این است که کمبود سرباز برای گوشت دم توپ شدن داره. گفته میشه روسیه در جنگ اوکراین تا کنون بین 300 تا 500 هزار سرباز رو به کشتن داده، سربازهایی که سرباز وظیفه بودن و همین هم باعث شده بسیاری جوانها برای اینکه دچار سربازگیری و اعزام به جبهه نشن یا کشور رو ترک کردن و رفتن، یا اگر امکانش رو نداشتن از دهات و شهرهایی که بودن فراری شدن و اتفاقا این هم مشکلی شده برای کشاورزی روسیه، کمبود نیروی انسانی جوان و به هر حال بنبستی که آقای پوتین در پیاده نظام و داشتن نیروی زمینی نظامی داره. همایش حزب دموکرات امریکا در جریان تا کنون غیر از آقای بایدن که یک نطق مفصلی رو انجام داد، میشل و باراک اوباما، هیلاری و بیل کلینتون و پاره ای از مسئولین و شخصیت‌های حزب دموکرات صحبت کردند. خانم کامالا هریس هم تا کنون 500 میلیون دلار توانسته پولهای کوچیک رو جمع آوری کنه که خب عدد رکوردی است. البته آقای اوباما در دوره خودش انتخابات بیشتر از این پولهای کوچیک جمع کرده بود، ولی به هر حال کار موج انسانی رو نشون میده. اما انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی در واقع با تعیین خانم هریس و اتمام کنگره حزب دموکرات در واقع میشه گفت تازه از روز دوشنبه شروع خواهد شد تا 5 نوامبر که مبارزه دیدنی خواهد بود که پایین و بالا هم زیاد داره و سعی خواهم کرد که در مقاطع مختلف گزارش هایی رو از این رقابت در امریکا خدمتتون ارائه کنم. به امید پیروزی ایران و ایرانی.